سلام، وقت بخیر خدمت شما عزیزان از شرکت پیشرو صنعت آرشید. امروز قصد دارم تصمیم‌های انتقال نیرو خدمتتون معرفی کنم. تصمیم‌های انتقال نیرو به دو بخش تقسیم میشه و این تقسیم بندی از روی ظاهر آنها هم قابل تشخیص میده. اولین و عمده‌ترین مدلی که از همه بیشتر هم مورد مصرف قرار میگیره میتونیم به تصمیم‌های انتقال نیرو اشاره کرد که دو طرف آنها لاستیک یا رابره، همینجور که مشاهده میکنید، و لایه‌های پلی‌آمید از جنس پلاستیک فشرده باعث میشه که این تصمیم بتونه قدرت خیلی بالایی رو تحمل بکنه. هرچقدر ضخامت تصمیم بیشتر باشه، همینجوری که مشاهده میکنید، پلی‌آمید اون هم بیشتر هستش یا لایه پلی‌آمید اون ضخیم‌تر هستش. البته استثناهایی هم وجود داره که در صنعت چاپ ازش استفاده میشه. همینجور که مشاهده میکنید دو طرف لاستیک یا رابر زیادی داره ولی پلی‌آمید خیلی کمی داره. این نوع تصمیم رو با اسم سیتی شناخته میشه. همون گونه که مشاهده میکنید ضخامت تصمیم خیلی زیاده ولی پلی‌آمید کمی داره. برای انعطاف بیشتر این تصمیم در صنعت چاپ ازش استفاده میشه. مدل دوم تصمیم انتقال نیروی که عرض کردم خدمتتون این مدل هست که تصمیم‌های چرمی هستش، یا همینجوری که در تصویر می‌بینین دو طرف چرم لایه پلی‌آمید داره، یا یک طرف چرم طرف دوم پلی استر یا رابر هستش. همین گونه که مشاهده می‌کنین هرچی ضخامت تصمیم بیشتر شده لایه پلی‌آمید اون بیشتره، هرچی ضخامتش کمتره پلی‌آمیدش کمتره که تو تصمیم‌های LT هم میتونید مشاهده بکنید. از این نوع تصمیم برای صنایع کاغذسازی و عمدتاً در صنایع غذایی آرد استفاده میشه. متشکرم. لطفاً برای اطلاعات بیشتر به شرکت ما www.tasmeps.com یا شرکت پیشرو صنعت آرشید مراجعه بفرمایید. ممنونم.